توی این ویدیو میخوام یه تکنیک خیلی مهم توی اجرای نوازندگی ویولون بهت آموزش بدم که اجرای دتاشه هست. توی اجرای دتاشه باید بازو کاملا آزاد و رها باشه و بیشتر به وسیله ساعد و انگشتان آرشه تکون بخوره که یک حالت سبکی و راحتی رو توی اجرای نوازندگیتون ایجاد میکنه مطابق فیلم. اگه به دست من دقت کنید بیشتر مچ من و انگشتان من درگیره و یک حالت راحتی رو داره ایجاد میکنه. برای اجرا توی این تکنیک شما آرشه رو از وسط روی سیم بگذارید که دستتون کاملا آزاد و رها باشه و بتونید راحت از مچ و ساعدتون استفاده کنید. تمرین رو بارها و بارها و ترجیحاً جلوی آینه انجام بدید و تاثیرش رو توی نوازندگیتون ببینید.